آیا سرنوشتی بدتر از مرگ وجود دارد؟ سناریویی وجود دارد که در آن بزرگترین و شناخته‌ترین مجرمان جهان حکم اعدام و مرگ را نسبت به حکم حبس ترجیح می‌دهند. همانطور که حدس می‌زنید در جهان زندان‌هایی وجود دارد که مجازات اعدام نسبت به حبس در این زندان‌ها شبیه هدیه رئوفانه محسوب می‌شود. زندان‌هایی ساخته شده بر پایه ترس و غیرقابل باورترین اعمالی که می‌تواند هوش از سرتان ببرد. این ویدیو از چنل فکت هانت قصد داریم 10 زندان غیر قابل باور جهان را به شما معرفی کنیم. لطفا نفسهای خودتون رو حبس کنید چرا که قرار حقایق بسیار کثیف و منزجر کننده ای رو مشاهده کنید. 10 تا از وحشتناکترین زندانهای جهان. شماره 10 زندان دلفین سیاه روسیه. از هر فرد اگر درباره زندانهای این کشور بپرسید به شما خواهند گفت زندگی در تمام زندانهای این کشور بسیار دشوار است. اما زندان امنیتی دلفین سیاه مرزهای باور شما از زندان وحشتناک را جابجا می‌کند. این زندان در مرز کشور قزاقستان واقع شده است و این زندان یکی از قدیمی‌ترین زندان‌های روسیه است و اسم این زندان برگرفته از مجسمه‌ای است که مقابل در ورودی آن کار گذاشته شده است. مجسمه‌ای که توسط زندانیان ساخته شده است و زندانیان این مجسمه را به عنوان یادگاری پیش از آزادی نساختند، چرا که تنها راه آزاد شدن از این زندان تنها مرگ است. در این زندان تنها مجرمان با حکم حبس ابد زندانی می‌شوند و در این زندان حدود 700 زندانی محبوس هستند که تعداد قتل‌های صورت گرفته توسط این افراد حدود 3500 فقره ثبت شده است که به صورت میانگین هر فرد حبس شده در این زندان مرتکب 5 فقره قتل شده است. اما قتل بدترین عمل انجام شده توسط این زندانیان نیست. آدمخواران در این زندان محکوم هستند که از هیچ فرصتی برای آسیب رساندن دریغ نمی‌کنند. افرادی مثل پدوفیل ها و تروریست ها. هر سلول این زندان تنها 5 متر مربع است و در هر سلول 2 زندانی نگهداری می شود. این سلول ها توسط 3 در از جنس فولاد محافظت می شوند که 24 ساعت شبانه روز توسط دوربین ها کنترل می شوند و هر 15 دقیقه نگهبان ها از این سلول ها سرکشی می کنند. زندانیان به ندرت سلول هایشان را ترک می کنند و حتی زمان خروج از سلول با چشم های بسته و به صورت خم شده این کار را می کنند تا از آگاه شدن آنها نسبت به اطرافشان در زندان جلوگیری شود. این زندان نه محوطه هواخوری دارد و نه سالن غذاخوری و تنها غذایی که تمام مدت به آنها داده می شود سوپ و نانی است که حق ندارند از خوردنش سر بازنند. شماره 9 ال کیوداد باریوس السالوادور. اگر برای شما سوال شده که چه چیزی میتواند از جهنم بدتر باشد، خوشحالم که شما را با الکیوداد آشنا کنم. این زندان خطرناکترین زندان السالوادور است چرا که این زندان خانه 2 تا از وحشی‌ترین گنگ های دنیاست، MS-30 و باریو 18. در این زندان مرگ به صورت غافلگیر کننده به سراغ افراد می آید. فقط کافی است همسلولی فرد عضویت از این گنگ ها نباشد. هرچند عضویت در گنگ ها هم برای زنده ماندن کافی نیست، چرا که اکثر اوقات عضویت در این گنگ ها اولویت شما نیست، چون دغدغه‌های بزرگتری وجود دارد که فرد نگران آن باشد. بیشتر اوقات این زندان آنقدر شلوغ است و امکانات رفاهی آنقدر کم است که گاهی مسئله پیدا کردن مکانی برای استراحت یا حتی مسئله پیدا کردن غذا برای خوردن تبدیل به چنان نزاع خونباری می شود که کشته‌های بسیاری باقی می گذارند. این زندان مشهور به بیقانونی و خشونت است و این موضوع تا حدی جدی است که حتی نگهبانان از ورود به این زندان وحشت دارند و در نتیجه این شرایط هدایت زندان به دست اعضای گنگ هاست. شماره 8 زندان جزیره پتاک روسیه. این زندان مشهور به آلکاتراز روسیه است و همچنین این زندان را جزیره نفرین شده خطاب می کنند. در مجموع برای 193 زندانی گنجایش دارد که تمام این افراد با حکم ابد در این زندان محبوسند. زندانیان از هر وسیله‌ای برای فرار و از هر ابزاری به عنوان سلاح استفاده می کنند و زندانیان تنها روزی 1 ساعت حق خروج از سلول کوچک 2 نفرهشان را دارند. اما این خروج به معنی هواخوری در حیاتی کوچک هم نیست، بلکه مجدد در قفس کوچکی قرار می گیرند که برای 1 ساعت در آن فقط می توانند به اندازه چند قدم راه بروند و اتفاقی که این زندان را از دلفین سیاه در مقام وحشتناکتری قرار می دهد
این است که در این زندان رعایت مسائل بهداشتی به هیچ وجه وجود ندارد، نه توالتی و نه حمامی و نه تخت خوابی. از سطرهای کوچک آهنی به جای توالت استفاده می کنند و تنها پارچه های نازکی به جای تخت خواب. خیلی ها محیط این زندان را به باغ وحش تشبیه می کنند، با این تفاوت که باغ وحش محیطی شاد و مفرح است، اما در این زندان جز مرگ از چیز دیگری خبری نیست. شماره 7 بانکوانگ، تایلند. این زندان به یک دلیل بسیار متفاوت جزو بدترین زندان‌های جهان است، چرا که بسیاری از زندانیان این مکان توریست هایی هستند که برای بازدید از تایلند به این کشور آمده‌اند. این زندان چند برابر ظرفیتش در خود زندانی جای داده. افراد در این زندان با قاتلین و قاچاقچیان همسلولی میشوند. افرادی که شاید به خاطر جرایم نادانسته و ناچیز پاشون به این زندان باز شده، جرایمی مثل خواندن کتاب‌های اشتباه یا حضور در تجمع بیشتر از 5 نفر یا خوردن ساندویچ در ملأ عام. شرایط برای زندانیان در این محل بسیار سخت است. مجرمان در 3 ماه اول حضورشان تمام مدت باید با پابند و دستبند آهنی در این زندان حضور داشته باشند و غذاهای آلوده به انگل به زندانیان خورانده می شود. پیدا کردن آب پاکیزه در این زندان مانند پیدا کردن خوراکی لاکچری است. شاید شما هم به این فکر باشید که اگر فرد شهروندی خوب یا توریست قانونمداری باشد، امکان ندارد پایش به این زندان باز شود. اما باید از شما بخواهم که این فکر را از ذهنتان بیرون کنید. چند سال پیش فرد انگلیسی محکوم به گذراندن دوران حبس در این زندان شد، چرا که یکی از گنگ‌های تایلندی به او حمله کرده بود و این مرد در این نزاع که باعث شد چشمش را هم از دست بدهد از خود دفاع کرده بود. شماره 6 زندان گیتاراما سنترال، رواندا. از لحاظ شلوغی گیتاراما بدترین زندانی است که ما در لیست بدترین زندان‌های جهان جا دادیم. در آخرین آمار 8000 نفر در این زندان محبوس بودند. این در حالی است که گنجایش این زندان برای تنها 1300 نفر طراحی شده است. این زندان در حدی شلوغ است که حتی جای خالی بر روی زمین برای دراز کشیدن هم پیدا نمی شود. این موضوع باعث می شود که زندانیان تمام روز را مجبور باشند ایستاده بگذرانند و بسیاری از زندانیان به علت نبود مسئله درمان و مریضی جان خودشان را از دست می دهند. اگر بر حسب اتفاق بر روی پای زندانی زخمی ایجاد شود، بیشک دچار قانقاریا خواهد شد و فرد باید ریسک مرگ را بپذیرد و پای خود را قطع کند یا منتظر بنشیند تا پایش سیاه و خشک شده و از بدنش جدا شود. در این زندان چندین بار دیده شده که زندانیان از هم تغذیه کردند تا از مرگشون جلوگیری کنند و تمام این اطلاعات تنها بخش کوچکی از حقایق درون این زندان است، چرا که اسناد و مدارکی از آنچه در این زندان می‌گذرد در دسترس نیست و تمام زندانبانان این زندان را شستشوی مغزی دادند که زندانیان تنها شبه انسانند و ارزشی ندارند. در آمارها اینطور نقل شده که در طول 1 سال فقط 2000 زندانی در زندان‌های رواندا کشته شدند که بخش عمده این اشخاص در زندان گیتاراما بودند. شماره 5 زندان فوق امنیتی کامیتی، کنیا. در زمان استعمار کنیا این زندان توسط انگلیسی ها به عنوان توقفگاه اضطراری ساخته شده بود. این مکان پس از گذشت چندین سال همچنان دایر است و همان سازه های قدیمی را در خود حفظ کرده است. امروز این محل مکانی بسیار شیطانی تر از نیم قرن پیش به نظر می رسد. این زندان برای 1200 نفر ساخته شده است، اما 3000 نفر را در خود جای داده است. همین موضوع منجر به شیوع بدترین نوع بیماری ها شده است. بیماری های مانند ایدز، سفلیس، سل و بسیاری بیماری های دیگر. این زندان محلی برای زندانی کردن زندانی های سیاسی است. شماره 4 زندان گلدانی، گرجستان. گفته میشه زندان محلی برای تربیت مجرمان است، اما این موضوع باعث نمی شود که میراث وحشیانه زندان گلدانی از بین برود. در سال 2012 توسط یکی از زندانبانان تصاویری از این زندان منتشر شد که نشان میداد دهه‌هاست که در این محل چه بلاهایی بر سر زندانیان میآورند و به صورت تصادفی زندانیان رو با دست تی تا حدی مورد ضرب و شتم قرار میدهند که استخوان‌هایشان خرد و بشکند.
اما کار به همین جا ختم نمی شود. سوختگی، خفگی و بسیاری شکنجه های دیگر که به عمد اتفاق می افتند. شماره 3 زندان مندوزا آرژانتین. 90 تن از خطرناکترین خلافکاران آرژانتین در این زندان محبوس هستند. بخشی که این افراد را در آن نگهداری می کنند پاویلیون 5 نام دارد و این بخش آنقدر خطرناک است که حتی نگهبانان جرأت ورود به آن را ندارند و حتی وعده های غذایی این زندانیان در محلهای مشخصی رها می کنند و می روند. این زندان هم مشکل جمعیت را دارد و در آن تختی وجود ندارد. زندانیان به صورت مکرر مورد شکنجه قرار می گیرند و توالتی وجود ندارد و مجبورند داخل کیسه های پلاستیکی مدفوع کنند. شرایط به صورتی است که فاضلاب انسانی در راهروها جاری می شود و شرایط به حدی غیر قابل تحمل است که زندانیان گاهی دهانشان را به هم می دوزند تا از گرسنگی بمیرند. شرایط از این بدتر هم می شود. غذایی که در این زندان سرو می شود از لجن درست می شود و افرادی که نتوانند گلیم خود را از آب بکشند در این زندان از گرسنگی می میرند. شماره 2 زندان دیارباکر ترکیه. این زندان در یکی از بدترین ادوار رژیم های ترکیه در بحبوحه دهه 1980 و 1990 ساخته شده. این زندان سالها در بین لیست بدترین زندانهای دنیا قهرمان بیرقی محسوب می شده، اما اکنون مقام دوم لیست ما را در اختیار داره و این در حالی است که چیزی در این زندان بهبود نیافته و در واقع می توان گفت که شرایط بدتر هم شده. در این زندان بدترین خلافکاران جامعه در کنار کودکان محبوس می شوند و شکنجه ها در این زندان معطوف به شکنجه های فیزیکی نیست و تا سرحد شکنجه های روانی و توهین های شدید ادامه پیدا می کند و حتی در بعضی موارد زندانیان را مجبور به خوردن مدفوع می کند یا به آلت های تناسلیشان برق متصل می کند. تخریب های شخصیتی آنجا تا جای ادامه دارد که زندانیان مجبورند به سگ رئیس زندان سلام کنند و احترام بگذارند. گاه و بیگاه زندانیان را به اتاق اعدام میبرند و آنان را در شرایط ترس از اعدام شدن قرار میدهند یا زندانیان را مجبور میکردند در فاضلاب حمام کنند. شرایط تا حدی نابسامان بود که زندانیان چاره نداشتند جز اینکه برای اعتراض به این شرایط دشوار به اعتضاب غذای خشک دست بزنند و در بسیار از موارد زندانیان از گرسنگی تلف میشدند. حتی در یک مورد 4 تن از زندانیان دست به خودسوزی زدند و در مورد دیگر زندانی قبل از حلق آویز کردن خود سلولش را به آتش کشید. شماره 1 قهرمان زندانهای فجیح جهان کمپ 22 کره شمالی. کمپ 22 تنها یک زندان نیست، مجموعه‌ای از کمپ‌های کار اجباری طاقت فرسا در کنار شرایط باور نکردنی زندان است، با ظرفیت 200,000 نفر که در سراسر کره شمالی ساخته شده است. گرسنگی پدیده جدیدی در این زندان نیست و واقعیتی است که هر روز با آن روبرو هستند. در طول تمام مدت به زندانیان مخلوطی از لجن ذرت و کلم به عنوان غذا میدهند و زندانیان برای نمردن از سوء تغذیه رژیم غذای خود را با موش و مار و در نبود اینها با حشرات جبران می‌کنند. موش‌ها به اندازه‌ای در تغذیه زندانیان نقش داشتند که مدت طولانی کمیاب شده بودند و اگر درباره زاد و ولد موش‌ها اطلاعاتی داشته باشید وسعت این فاجعه را خیلی دقیق‌تر درک می‌کنید. هر سال 20 تا 25% زندانیان این مکان بر اثر سوء تغذیه می‌میرند و مرگ برای آنها مانند رها شدن از فاجعه یا کابوس است. دختران نوزادی که در زندان به دنیا می آمدند خوراک سگ‌ها می شدند تا سگ‌ها آموزش ببینند چطور وحشی‌تر بشوند و حتی اگر زندانی فکر فرار از این زندان به سرش بزند تمام خانواده او مورد شکنجه قرار خواهند گرفت. حامله شدن در این زندان ممنوع است و کسانی که در این زندان باردار شوند اغلب به درختی بسته می شوند تا جنین آن سقط شود و سپس کشته شدن آنها در کمپ 22 بهترین اتفاقی است که می تواند برای آنها اتفاق بیفتد. رفقا، اینم بود داستان 10 تا از خطرناکترین زندانهای دنیا.
اگه تا الان هنوز عضو کانال ما نشدید پیشنهاد میکنم عضو چنل ما بشید، چون که هر روز ویدیوهای خفنی میذاریم و داستانهای جذاب میذاریم که شاید براتون جالب باشه. و اگه نظری داری در مورد ویدیو و 10 تا از خطرناکترین زندان ها حتما داخل کامنت ها بگید، بهتون پاسخ میدیم و تا ویدیو بعدی فعلا